من شده بودم 2 امتحان ادبیات رو، یه جمله زیر برگه نوشت پسرم تو این عدد نیستی، پسرم تو این عدد نیستی. اولین بار بود که احساس میکردم کسی منو میبینه و من براش مهمم. من فکر میکردم آقای صادقی با این سطح دانش برای چی 40 سال کیف کهنه‌شو برمیداره و میاد با ما سر و کله میزنه. تو ختمش آقای صحت فهمیدم چرا. وقتی آقای صادقی از دنیا رفت، هزاران آدم دیدم که با نفس آقای صادقی زندگیشون متحول شده بود. هزاران مرد که حالشون، مسیرشون بهتر شده بود. یه جایی هست تو آمریکا بهش میگفتن دره مرگ. یه جایی بود که هیچ آب و علفی نداشت و هیچ گیاهی درش رشد نمیکرد. چند سال پیش یه هفته از این بارونای موسمی اونجا بارید. بارون بارید و بعد از یک هفته یک معجزه رخ داد. کل دشت سبز شده بود، پر از گیاهای مختلف. میدونید دره مرگ نمرده بود، فقط خوابیده بود. زیر اون خاک پر از بذر بود، پر از امکانات بود، پر از پتانسیل بود، پر از تنوع بود و فقط چشم انتظار باران. خیلی از خودشون میپرسن این نسل چشونه؟ چرا اینطوری هن؟ چرا کاری نمیکنن؟ هدفی ندارن؟ من میگم این دره نمرده، خوابیده. اگر ما باران باشیم بیدار میشه، اگر به تنوعشون احترام بذاریم بیدار میشه.